باور بکنه خیلی نیاز داریم که گریه بکنیم تا بارمون سبک بشه، تا یک رمضانی با شادی و خوشحالی و همدلی و همفکری بندگی خدا بکنیم، نه اینکه رمضان بیاد روز جمعه بیاد همه خودخوری. یه جایی برام نقل کردن که در روز عید یک اختلافی تو یک عروسی پیش میاد، دو تا جوان همدیگر رو چاقو میزنن، شراب میخورن، این اختلاف لشکرکشی میشه. پدرانشون به جایی که هر کدوم یک سیلی به بچهش بزنه گوششو بگیره، هر کسی تعصب و نعره های جاهلیت تو گوش پسر من بزنه، چاقو رو پسر من بکشه، ما با مردیم، ما طایفه بزرگیم. لشکرکشی از اون طرف از این طرف. عزیزی تعریف میکرد، میگه روز عید که همه برای طلب بخشش و رحمت میرن و مغفرت میرن و پاداش خداوندی میرن در نماز عید. روز عید، چه عید قربان چه عید فطر، روز شادیه، روز حلال بودیه، روز حلالی طلبیدنه. حلال من بکنید طاعت عبادتتون قبول باشه. لباس نو پوشیدن، وضو گرفتن، اما مکدبرها رو تو جیبشون کردن، با مکدبر رفتن در نماز عید، زنجیر رو زیر کمرشون، زیر لباسشون. به جنگ کی داری میری؟ دو تا جوان وقتی شراب میخورن قرار نیست بزرگان به جان هم بیافتن. هر کسی با گوش بچه‌شو صف بگیره، دو تا سیلم تو گوشش بزنه، آخرین بارت باشه. غلط کردید که دیگه این کارها رو بکنید، نه اینکه شیرش بکنید. تو روز عید با مکدبر برید تو خانه خدا. چقدر نیاز داریم یک گریه جانانه تو خلوت خودمون از جان و دل گریه بکنیم. عزیزی تعریف میکرد، یه بزرگی به رحمت خدا رفته، میگه یه بار یک برادری رو نصیحت کردم، میگه از من دلخور شد، میدونستم که من مقصر نیستم، نصیحتش کردم، از من دلخور شد، نزدیک به 10 سال با من قطع رابطه کرد به خاطر یک نصیحت. تا من سرطان گرفتم، خدا منو امتحان کرد. همین شیخ میگفت من سرطان، مبتلا به سرطان شدم. دکتر به من گفت دیگه چند روزی بیشتر نیستی، دیگه این سرطان کل وجود تو چه گرفته و تو چند روز دیگه زنده نیستی. میگه فکرم درگیر بود که این برادر ایمانی من یه نصیحتش کردم، الان 10 ساله با من قهره، من بمیرم، سرطان گرفتم، بمیرم با هم قهریم رو چی؟ میگه تا یه روز دیدم که تلفن چه زنگ خورد، کنارم گذاشته بود زنگ خورد. میگه تلفن بلند کردم، یک دفعه صدای آمد، آقا سیدم بود بعد 10 سال. آقا سید سلام. میگه تا گفت آقا سید فهمیدم که خودشه. میگه اون روز من سرطانم و شیمی درمانی که میشدم و سوزن زیر پوست میزدم که این پوستم و بدنم آتش میداد فراموش کردم. گفتم الحمدلله که قبل از اینکه بمیرم این دوستم با من زنگ زده. آقا سید سلام. نماز 5 وقت برای چیه؟ نماز جمعه برای چیه؟ نماز عید برای چیه؟ دو نفر حسرت میخورن هنگام مرگ، یک آدم خوب و یک آدم بد. آدم بد میگه ای کاش دست از بدی میکشیدم، وقتی روح دیگه به سینه و حلقوم و حنجره میرسه. و آدم خوب میگه ای کاش یه خوبی بیشتر انجام میدادم، من فرصت زیاد داشتم.
یه داستان تکان دهنده بهتون بگم. جعفر ابن ابی طالب میشناسید دیگه، پسر عموی پیامبر. این لقب گرفته بود، کنیه گرفته بود به اسم ابوالمساکین. معروف بود تو مدینه شهر پیامبر به ابوالمساکین، پدر مساکین. بچه های یتیم و فقیر رو بغل میکرد، آب بینیشون سرازیر میشون رو لباسش. بچه های یتیم و فقیر با اون لباس کهنه‌شون بغل میکرد، آب بینیشون، آب دهانشون سرازیر میشون رو لباسش. ابوالمساکین بود، پدر مساکین. تا این که در غزوه موت شهید شد، علمدار رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. دشمنان زدن، کفار دست راستش رو از بازو قطع کردن، علم رسول الله افتاد روی زمین. به خودش فکر کرد جعفر این علم رو از رسول الله گرفتید، هنوز یک دست دارید، دست چپت. علم رسول الله رو زمین باشه، هم علم افتاده بود پرچم، هم دست راستش. دست راستش رو بلند نکرد، به دستش توجه نکرد، علم رسول الله با دست چپ گرفت، بلند کرد، زدن دست چپش رو از بازو قطع کردن. دوباره علم افتاد، دوتا دستاش هم افتاده روی زمین. دوباره با ته بازوش خم شد، علم رو اینطوری بلند کرد. دوباره ضربه سوم زدن، شهیدش کردن. وقتی خبر شهادتش به اهل مدینه و مدینه رسید، کل فقرا و مساکین و ایتام همه زدن زیر گریه، فکر کردن که امروز یتیم شدن، پدرشون از دست دادن. ابوالمساکین بود. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن درباره جعفر، گفت دو تا دستشو در راه خدا تقدیم کرد، خداوند الان به جای دو تا دستش دو تا بال ملائکی فرشتگی بهش داده، در ملکوت در آسمان ها داره همراه ملائکه ها پرواز میکنه. جعفر پرنده، جعفر طیار. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند انا و کافل الیتیم که هاتین فی الجنه. هر کسی یک یتیم و سرپرستی بکنه، جای خالی پدرش رو پر بکنه، دست نوازشش به سرش بکشه، یتیم نوازی و فقیر نوازی بکنه، پیامبر میگه من در بهشت خداوند مثل این دوتا انگشت با کافل یتیم، کسی که یتیم و سرپرستی میکنه مثل این دوتا انگشت با همین، از هم جدا نمیشید. من جوانی رو میشناسم 40 سالشه، 40 سالشه 3000 تا یتیم زیر پوشش خودش تنهاست. نه که ما تعداد حساب بانکیمون تو 10 تا بانک حساب داریم و نمیدونم اینا همش مال منه رو دریا و این ماشینا در خانه پارک مال منه و این فلان مال منه و یک جوان تو منطقه خودمون 3000 تا یتیم سر ماه حساب بانکی براشون باز کرده، میره تو حسابشون 3000 تا. من و تو کجای کاریم؟ همه میتونیم ابوالمساکین باشیم، همدیگه رو از محبت سیراب بکنیم، از همدیگه حلالی بطلبیم، با کینه و دشمنی و خودخوری نخوابیم، شب خودمون رو آزاد بکنیم، حب انتقام رو دور بکنیم، بتونیم ببخشیم، به همدیگه فرصت بدیم. ما بزرگترها کاری بکنیم که نسل آینده این کینه ها رو منتقل نکنن به نسل آینده، یه جایی قطعش بکنیم. باید همینطور منتقل میشه. پرچم سفید دستمون بگیریم، هر کسی غضب بکنه به جایی نمیرسه، خودش حذف میشه، نیازی نیست تو حذفش بکنی. این سنت خداوندی است. کارهای درست انجام بدید. ممنونم از حوصلتون، از ادب و تواضعتون. درست مثل قدیم 30 سال پیش تعداد پدرها بیشتر بودن، سال خورده ها، الان همه جوان تو مسجدن. نباید ما خوشحال بشیم؟ یه وقتایی پدرها سلام میدادن، اینطوری نگاه پشت صف میکردن، پسرشون هست. این طرف سلام میدادن، میگفتن شاید این طرف باشه، اون طرف هم نیست. ولی الان وقتی سلام میدی پسر پشت سرته. اینا سرمایه های ما هستن. انشالله که با کمک هم دیگه، چند روز تا رمضان مونده و این سال جدید خورشیدی سال تحول باشه. رمضان که وارد میشه اونقدر خود تکانی کردیم، توبه و استغفار کردیم، آماده استقبال از رمضان
این رمضان و اخوت و برادری و بذل و بخشش و تعاون و همکاری بر بر و تقوا به نمایش بگذارید، از همدیگه سبقت بگیرید. من یه خاطره از مدینه به شما بگم. موقع رمضان که میشد شهر پیامبر، مسجد النبی، هر تاجری می آمد 200 متر سفره مینداخت. کارگرایی که داشتن از پاکستان، از افغانستان، از جاهای دیگه، چند تا آدم در حرم گماشته بودن که برید دست این کسانی که زائر هستن بیارید سر سفره. تاجر خودش حافظ قرآن بود، من پشت سرش نشسته بودم، یه جایی بود همیشه من اونجا می نشستم، نگاه می کردم. خودش همطور از اصل می آمد، سفره ها رو پهن می کردن، بهترین رطب و بهترین پزرایی سر سفره، میوه. 5-6 نفرم گرفته بود که خدمش بودن، مردم می آوردن نمازگزارا سر سفره. یه سیاه آفریقایی این طرف، یک فقیر بنگالی این طرف. تاجر بزرگ، من نگاهش میکردم که وقتی مؤذن میگفت الله اکبر، یه خرما یه رطب تو دهن این سیاه آفریقایی میکرد، یکی تو دهن این بنگالی میکرد. فکر میکردید این کارگره، این فقیره، اونا تاجرن. در روضه شریفه دیدم که یک بنگالی پول نداشت که خیر بکنه، یه رحل قرآن اینطوری گرفته بود، چون مردم اونجا جا گیر نمیاد، تو روضه نشستن، آب زمزم یا قرآن می آورد تحویل مردم میداد، آب به مردم میداد. هر کسی به یه نحو یه ثوابی داره جمع میکنه. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی کس نکند به تو، آنچه که خود به خود کنی از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید جو ز جو، هر چی کاشتی درو میکنید. انشاءالله که شاهد تحولات بزرگ تو منطقه باشیم، انشاءالله که شاهد تحول باشیم و یک توبه جانانه همدیگر رو حلال بکنیم، دست اخوت و برادری به همدیگه بدیم، همگرایی و همدلی ایجاد بکنیم، امید به زندگی باشیم. اونایی که امیدشون از دست دادن امید به زندگی باشیم، فقرامون رو شناسایی بکنیم، ایتامون رو شناسایی بکنیم، دانشجوهایی که به خاطر 5 میلیون تومان دانشگاه ترک تحصیل میکنن اونها رو دریابیم. فردا مهندسین خوب، پزشکان خوب، شخصیت‌های خوب، فضای سبز روستامون، کوچه‌های روستامون، طرح هادی با هم دیگه پیگیری بکنیم، کارهای بزرگ تو منطقه انجام بدیم. من میدونم که در شما و توان شما اون اندازه هست که فراتر از روستا، از کل بلوچستان میان برای مدارس دینی، مراکز قرآنی، تو روستای کلاهی همه با دست پر برمیگردن. توان شما خیلی بیشتر از روستا و شهر شماست. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. پروردگارا ما از تو محبت از را می‌طلبیم و محبت کسانی که محبت تو رو در دل دارن و محبت عملی که ما را به محبت تو برساند. پروردگارا محبت خودت را و محبت دوستانت را و محبت فقرا و مساکین و محبت خواهر و برادر مسلمان را در دلهای ما از خودمون و از آب سرد خنک در روز گرم تابستانی هم محبوبتر و عزیزتر بگردان. خدایا نمرود نفس را در ما خرد و نابود بگردان و خلیل عشق را در ما زنده و احیا بگردان تا چون خلیل ابراهیم پا در آتش بنهیم آن را گلستان بیابیم. خدایا چنین کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. موفق و مؤید و سربلند باشید. همین شما را به خداوند میسپارم. دست همدیگه رو بفشارید، یه لبخند محبت تو صورت همدیگه بزنید، همدیگه رو حلال بکنید. بسم الله. دست همدیگه رو بگیرید، دست بچهای کوچک رو بگیرید، دست بچهای کوچک فراموش نکنید. اگر تا کنون عضو کانال یوتیوب رساله نشده اید، لطفاً این کانال را سابسکرایب نموده و دکمه اطلاع رسانی را فعال نمایید تا همواره از جدیدترین ویدیوهای آموزنده و معارف دینی بهره مند شوید. با نشر و اشتراک گذاری این ویدیوها شما نیز در این صدقه جاریه شریک خواهید بود.